خب بچه در بخش دوم حالا دوباره ما راجع به متد رجوس دوباره صحبت کنیم. رجوس البته ردیوس خونده نمیشه، رجوس یا رجوس یا همچین تلفظی داره. متد رجوس ببینید دوباره ما گفت یه بار دیگه تکرار کنم، روی آرایه در واقع پیاده میشه یا اعمال میشه و همونطوری که گفتم یک فانکشن اولین در واقع المانی که داره یا اولین در واقع المانی که به صورت اجباری یا ریکوایرد الزامی باید داشته باشه یک فانکشنه که اینجا بچه‌ها یه ارو فانکشن استفاده کردیم. تو مثال قبلی فانکشن رو نوشتیم، اینجا ارو فانکشنه که همونطوری که می‌بینیم 4 تا مقدار ورودی داره. اکومولیتور یا مقدار انباشته، ببخشید اکومولیتور که در واقع همون اونجا گفتیم توتال، اون مقداریه که مقدار اولیه یا اینیشیال ولیوه. current value مقدار جاریه، current index که در واقع ایندکس اون مقدار جاریه و array که گفتیم این دوتای اولی یعنی حالا توتال یا اکومولیتور که اینیشیال ولیو این current value، اینها الزامی هستن و دوتای بعدی اختیاری هن. بعد حالا توی این فانکشنه عملیاتی که قراره روی این دوتا مقدار اول یعنی اکومولیتور و current value اعمال بشه، اون عملیات رو می نویسیم تو این فانکشن و یه ریترن، یه مقدار بازدارنده. اون ریترنه چی رو به ما برمیگردونه؟ آپدیت اون اکومولیتور، یعنی آپدیت این مقدار اولیه رو به ما برمیگردونه. تابع ما که بسته شد و تمام شد، می‌بینید اینجا این فانکشنه از اینجا هست تا اینجا، این فانکشن اینجا تمام میشه. بعدش کاما میذاریم اگه بخوایم یه مقدار اولیه‌ای براش خودمون به صورت پیش‌فرض تعریف کنیم که این مقدار رو به عنوان مقدار اولیه نگیره، اینجا مقدار اولیه رو می‌نویسیم. حالا تو این مثال ها می‌بینیم. اولین بچه‌ها مثالی که اینجا میزنیم در واقع حالا اینجا من کنسول دات لاگ که میدونیم دیگه برای اینه که یک مقداری رو نمایش بدیم در تب کنسول در واقع بروزر، اینجا من اون مقدار رو نشون دادم. حالا اولین مثالمون در واقع محاسبه مجموع عناصر آرایه است. خیلی خوب، یه توضیحی هم اینجا من بدم بچه‌ها راجع به اکومولیتور و مقدار جمع شونده و حالا این عناوینی که اینجا نوشتیم یه بار دیگه یادآوری بکنم. خب این 4 تا مقدار رو، خب اکومولیتور بچه‌ها در واقع یه مقدار اولیه هست یا مقدار بازگشته همونطور که گفتیم از مرحله قبل، یعنی از previous value. current value در واقع که این الزامی. current value هم گفتیم الزامی عنصر فعلی آرایه است که در حال پردازشه. current index شاخص اون عنصر فعلی یا شاخص اون المان آرایه‌مون هست که شاخص عددی هست دیگه، در واقع 0 1 2 3. و array هم اون آرایه‌ایه که در واقع داره اون اتفاقات یا در واقع اون متد رجوس روش پیاده میشه که اینا هم اختیاریه، نیازی نیست بیاریم. اینیشیال ولیو هم که مقدار اولیه است، اینم اختیاریه بازم، که در واقع اولین عنصر آرایه است. اگر ما مقدار اکومولیتور رو اینجا در واقع مشخص نکنیم، اولین در واقع عنصر آرایه به عنوان اون مقدار اولیه در نظر گرفته میشه. اگر اینجا اینیشیال ولیو رو مشخص نکنیم، اولین عنصر یا اولین المان آرایه به عنوان این المان برای این المان در نظر گرفته میشه. تو مثال قبلی هم دیدیم. حالا اینجا خب دوباره یه مثال، ما میخوایم یه آرایی بنویسیم که حالا تو مثال قبلی عناصرش از هم کم شدن، اینجا با هم دیگه جمع میشن. یه کانست نامبرز مساوی خب یه آرایه است، 4 تا مقدار 1 2 3 4 داره. حالا اینجا بچه‌ها من میخوام همون در واقع فانکشن رو پیاده کنم. یه دوباره ثابت دیگه به اسم کانست تعریف میکنم، به اسم سام، ببخشید کانست سام مساوی نامبرز که همین آرایمه دات رجس، متد رجس روش پیاده میکنم. یه فانکشن یا ارو فانکشن دارم همونطوری که میبینیم که 2 تا مقدار ورودی میگیره. حالا اونجا بنویسیم توتال و مثلا نام، اینجا بنویسیم ACC که همون مخفف اکومولیتور و CURR که در واقع چند حرف اول کلمه current value. حالا قراره چیکار کنه؟ میگیم ACC را
ACC بچه‌ها این فانکشنی که اینجا تعریف میکنیم، حالا هر اسمی که اینجا بذاریم فرقی نمیکنه. ACC میشه اینیشیال ولیو، مقدار اولیه. میگیم تو بیا اولین عنصر المان رو بگیر، میشه یک. اولین المان آرایه یا عنصر آرایه بگیر، یه المان دیگه هم باید بگیری که میشه المان بعدیت، هر چی بود. این المان اولی رو، اینیشیال ولیو مقدار اولیه رو، با اون دومیه جمع کن. حالا بچه اینجا که فانکشن، ببینید اینجا ورودی فانکشنه، اینجا اتفاقی که فانکشن برای ما رقم میزنه، یعنی ریترن میکنه. خب که اون دو تا المان رو هم جمع میکنه. این کاما صفر، این صفر بچه اینیشیال ولیو، یعنی مقدار اولیه است. وقتی من اینجا اینیشیال ولیو یا مقدار اولیه تعریف کردم، پس دیگه مقدار اولیه رو این یک رو در نظر نمیگیره، صفر رو در نظر میگیره. حالا میاد چیکار میکنه؟ گفتیم با هم جمع کن دیگه. اینجا میاد صفر رو با این یک جمع میکنه، مجموعش میشه چی؟ میشه یک. میریزه تو ACC. یک رو با المان بعدی جمع میکنه، دو، میشه چی؟ میشه سه. دوباره میریزه تو ACC. سه رو با این بعدی جمع میکنه، سه و سه میشه 6. 6 رو میریزه تو ACC. 6 رو با 4 جمع میکنه، میشه 10. 10 رو میریزه تو ACC. نهایتا 10 رو میریزه توی سام. حالا وقتی میگیم کنسول دات لاگ سام، در خروجی 10 رو به من نمایش میده. با اجازهتون بریم خروجی رو ببینیم. بچه من خب اینجا هیچ تو صفحه نمیرم دیگه، طبیعیه، چون من خروجی هام رو همه دارم در تب کنسول نشون میدم. میبینید؟ خب این که همون کنسول دات لاگ، شماره یک نوشتم محاسبه مجموع مقادیر اولیه، خروجیش 10. بریم بعدی رو ببینیم. خب حالا دوباره کنسول دات لاگ، محاسبه ضرب عناصر آرایه، دوباره همون بچه‌ها. یه آرایه داریم، 3 تا مقدار داره به اسم نامبرز یک، حالا اسم آرایه رو. حالا دوباره یه پروداکت تعریف میکنیم، یه فانکشنه. میگیم نامبرز یک، بیا متد رجستر روش پیاده کن، 2 تا مقدار بگیر، ورودی تابعمونه. بیا این دفعه مقدار اولیه رو ضرب در مقدار بعدیش بکن. حالا اینجا بچه‌ها اینیشیال ولیو هم یک گرفتیم. میاد پس چیکار میکنه؟ یک رو ضرب در 2 میکنه، میشه 2 میرزه تو ACC. 2 رو ضرب در 3 میکنه. اگه مقدار اولیه رو نذاشته بودیم بچه‌ها، میومد خودش 2 رو ضرب در 3 میکرد دیگه، ولی وقتی اومدیم اینیشیال ولیو براش گذاشتیم، 1 رو ضرب در 2 میکنه، میشه 2. 2 رو ضرب در 3 میکنه، میشه 6، میرزه توی ACC. 6 رو ضرب در 4 میکنه، میشه 24 و میرزه توی ACC و در نهایت در خروجی کنسول دات لاگ اون نشون میده. ببینید 24 اون نشون. بعدی بچه‌ها پس ما فهمیدیم چرا بهش میگیم رجست دیگه، چون هی داره خروجیش کاهنده است دیگه. مثلا شما اینجا 3 تا المان داشتی، 3 تا آیتم داشتی تو آرایت، اینجا خروجی یه آیتم بهت خروجی میده. مثال بعدی ایجاد یک شیء از آرایی از اشیاء. ما یه آرایه‌ای بچه‌ها اینجا داریم، یا تو میاد دیگه گفتم هر چیزی که داخل براکت بریزیم یه آرایه است. خب حالا آرایه میبینیم شامل 3 تا شیء یا 3 تا آبجکته. آیدی 1، نیم علی، این شیء اوله، آبجکت اوله. یه پرسنه، یه آیدی داره و یه نام داره. آبجکت دومی دوباره آیدی و نام، آیدی 2 نیم سارا، آبجکت سومی آیدی 3 نیم رضا. حالا ما میخوایم این دفعه چیکار کنیم بچه‌ها؟ من این دفعه الان توی این آرای 3 تا شیء یا 3 تا آبجکت دارم دیگه، میخوام در خروجی یه دونه شیء بگیرم، به جای 3 تا شیء یه شیء یا آبجکت بگیرم. یادتونم میاد دیگه آبجکت ها رو توی آکولاد میذاشتیم، بین آکولاد میذاشتیم. خب کانست یوزر مپ. خب دوباره یه فانکشن تعریف کنیم، میگیم یوزرز که اسم آرایمونه، متد رجستر روش صدا کن، 2 تا ورودی ACC و یوزر بگیر. حالا اینجا داریم میگیم چه عملیاتی روش انجام بده. گفتیم ACC یوزر ID. خب یوزر ID، یوزر چیه بچه ها؟ نکنین اول یه چیزی بگم بهتون، اینجا اینیشیال ولیو یا مقدار اولیه رو یه آبجکت خالی در نظر گرفتیم.
پس وقتی من اینجا میگم میبینه که ای آبجکتی که خالیه، هیچی توش نیست. میگه حالا باید برم چی بریزم این توش؟ میگیم تو بیا توی این آبجکت خالی این چیزی که بهت میگم بریز. ACC. خب ACC بچه‌ها مقدار اولیه بود دیگه، مقدار اولیه‌اش اینه. اینو بگیر، از تو این یه دونه یوزر رو خارج کن که این میشه. آیدیش رو حساب کن که میشه 1 مساویه user.name قرار بده و در نهایت هم ACC رو برای من ریترن کن. خب میاد چیکار میکنه؟ میگه خیلی خب اولی چیه؟ یوزر آیدیش 1، یوزر این دات نیمش هم علیه، میاد نشون میده 1 علی. خب 1 هم طبیعتا چیه بچه ها؟ مقدارش نامبره، علی مقدارش استرینگه. خب خیلی خب، به همین ترتیب دوباره بعدی رو هم برای ما خارج میکنه. 2 سارا، 3 دو نقطه رضا. میبینید user.id مساوی user.name. به همین ترتیب پس در خروجی بچه ها و در نهایت میگیم یوزر مپ رو، یعنی این رو برای ما console.log بگیر. اتفاقی که میفته چیه بچه ها اینجا؟ اتفاقی که اینجا میفته اینه که پس دوباره ما داریم متد رجس رو داریم یه آرایه‌ای که شامل 3 تا آبجکت رو تبدیلش میکنیم به یه آبجکت، ازش کم میکنیم، میکاهیم. متد کاهنده به خاطرش میگیم که اگه من بیام اینجا دوباره اینجا ببینم میبینیم که چی در خروجی بچا دقیقاً اینجا به ما نشون میدیم که تو یه آبجکت در خروجی داری که این آبجکتت 1 علی، 2 سارا و 3 رضاست. و اینجا هم دوباره بچا داره به من ویژگی های آبجکت و فانکشنی که دارم و اینا رو نشون میده. خیلی خوب، بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی بچه شامل یک چیه؟ ما یه سری عدد داریم تو مثال بعدی، خب که میخوایم در واقع فیلتر کنیم، پردازش کنیم و اعداد زوج رو با هم دیگه جمع کنیم. یعنی اول باید بیایم تو این در واقع آرایه‌مون ببینیم اعداد زوج کدومن، بعد اونها رو استخراج کنیم و هم جمعشون کنیم. خیلی خوب، چیکار میکنیم؟ دوباره آرایه نامبرز 2 درست کردیم. ببین این آرایه ها چون با کانست تعریف میکنیم نه اسمشون یکی باشه. مثلا من قبلی رو گذاشتم نامبرز 1، یکی رو گذاشتم نامبرز، اینو گذاشتم نامبرز 2، چون اسمشون کانست هست یکی نباید باشه. خیلی خوب، خب اینجا دوباره آرایه 1 2 3 4 5 6 تا عدد داریم. حالا دوباره یه ایون سام میذاریم، یعنی اعداد زوج. خب نامبرز 2 رو دوباره متد رجستر روش پیاده میکنیم، میگیم 2 تا مقدار ACC و چی بگیر؟ کارنت بگیر، کارنت ولیو بگیر. اگر کارنت ولیوت حالا هر مقداری که هست، حواسون باشه اینجا اومدیم اینیشال ولیو رو هم 0 گذاشتیم دیگه، یعنی از 0 شروع میکنه. اگه اون کارنت ولیوت هر مقداری که هست، درصد توی جاوا اسکریپت چی بود؟ میشد باقی مانده تقسیم. باقی مانده تقسیمش بر 2 دقیقاً برابر با 0 باشد. از زوج چطوری تشخیص میدیم؟ از زوج میگیم وقتی بر 2 تقسیمش میکنیم باقی ماندهش باید 0 باشه، یعنی بر 2 بخش پذیر باشه. میگیم اگر کارنت ولیوت تقسیم باقی مانده تقسیمش بر 2 دقیقاً 0 بود، بیا اونو بریز تو ACC و ACC تو ACC بچه‌ها ما خودمون اونجا اول تعریف کردیم ما براش. اگر ACC رو اول اینیشال ولیو نذاشته بودیم 1 در نظر میگرفت، ولی چون اینجا ACC رو 0 گذاشتیم اینیشال ولیو رو 0 در نظر میگیره. خیلی خوب، 0 رو با اون کارنت ولیو اگر عدد زوج بود، یعنی حاصل باقی ماندهش تقسیم بر 2 شد 0، با ACC که اینجا 0 گذاشتیم جمعش کن. خیلی خوب، یک اول نگاه میکنه میگه که نه خب 0 نمیشه باقی ماندهش، باقی مانده تقسیمش، پس هیچ. 2 رو میگه درسته، بله زوج، جمع میکنه با 0 میشه 2، میریزه تو ACC. همینطوری 4 رو جمع میکنه، میبینه که زوجه، با عدد قبلی یعنی با 2 جمع میکنه میشه 6، میریزه تو ACC. 6 هم میریزه، ببینید اوکیه، جمع میکنه میریزه تو ACC. در نهایت 12 رو در خروجی بچه ما برمیگردونه که من اگر بیام میبینم که بله من در
مثال بعدیم، بله اینجا عدد 12 رو دارم. مثال بعدی رو سریع بگم، دوتا مثال بعدی رو. خیلی خب سریع میتونم بگم. مثال بعدیمون چیه؟ یه آرایه ای داریم شامل یه سری آیتم ها، اسم سری میوه است. میخوایم ببینیم که هر کدوم اینا چند بار تو آرایه تکرار شده. مثلا اپل چند بار اومده؟ این اپل 3 بار اومده، بنانا 2 بار اومده، آرنج 1 بار اومده. میخوایم ببینیم اینا هر کدوم چند بار اومده، در خروجی نشون بدیم. خیلی خب چیکار میکنیم؟ دوباره یه فانکشن فروت کانت تعریف میکنیم. فروتس که اسم آرایمونه، دات متد رجس. خب دوباره همون دوتا مقدار، یعنی اینیشیال ولیو مقدار اولیه و فروت که مقدار بعدیشه. خیلی خب حالا میگیم خیلی خب اینجا هم بچه اینیشیال ولیوش هم دوباره یه آبجکت خالی گذاشتیم، گفتیم ACC فروت. خب بچه ACC فروت، خب ACC در چی؟ در واقع آبجکتی که اینجا داریم میاد این فروت میشه چی؟ دونه دونه این کارنت ولیو ها. ACC میشه مقدار اولیه‌مون که خالیه یا آبجکت خالیه. این ACC فروت میشه هر کدوم از این المان ها. میگیم اول برابر با ACC فروت قرار بده، ببین این وجود داره یا نه. خب این وقتی بچه این دوتا خط رو میذاریم، یعنی آیا دقیقاً این تعدادش برابر با 0 هست یا نه. خب اگه undefined داد به ما، خب یعنی اصلا وجود نداره، همچین چیزی تکرار نشده. اگه وجود داره یه دونه به تعدادش اضافه کن. خب اپل رو نگاه میکنه اول، خب میگه که خب اپل که یه دونه وجود داره دیگه، پس چیکار میکنه؟ میگه خیلی خب من اپل رو دارم، پس مقدار اپل رو میده 1 و میرسه تو ACC. این دقیقاً اینطوری اپل که در واقع میبینید این وقتی میگیم این 0 هست یا به اضافه 1 کن بعد بریز تو ACC و ACC رو برگردون، دقیقاً اینطوری میشه. میگه خیلی خب اپل یه دونه وجود داره، بعد میاد سراغ مقدار بعدی. بنانا آیا هست یا نه؟ میگه آره یه دونه هست. میره سراغ بعدی، میبینه یه دونه اپل هم قبلا بوده، یکی دیگه به مقدارش واسه چیکار میکنه؟ اضافه میکنه. اپل میشه 2. میاد تو آرنج میبینه که یه دونه هست، خیلی خب پس میگه آرنج هم یکی هست. بعد دوباره میاد تو بنانا میگه که یه دونه قبلا وجود داشته، پس مقدارش رو میکنه 2. دوباره میاد میبینه اپل میگه که یه دونه قبلا وجود داشته، یه دونه بهش اضافه کن، مقدارش میشه 3. بنابراین این بچه‌ها دقیقاً کاری که برای ما انجام میدین که شما اگر توی یک آرایه ای بخواید ببینید که از هر المانش چند بار تکرار شده، خیلی راحت باز از متد رجس میتونید استفاده کنید. بنابراین این آرایه مقداری رو به شما داره برمیگردونه که یک آبجکت، اینجا متد رجس یا آبجکت رو به شما برمیگردونه که دیگه اینقدر تعداد در کاهش پیدا کرده دیگه، خونه های آرایه، المان های آرایه. آخرین مثالی هم که من براتون بزنم که حالا دوباره اگه بیام اینجا من تو خروجی همونو میبینم، ببینید یه آبجکت داده به ما، اپل، بنانا و آرنج تعدادشو نوشته که ببینید دوباره این پایینم نوشته. و در نهایت بیایم سراغ مثال آخری. مثال آخریمون دوتا مثال آخری. یک بچه‌ها آرایه تو در توه. خب میبینید یه آرایه است که خودش شامل 3 تا آرایه است. 1 و 2 یه آرایه است، 3 و 4 یه آرایه است. ما میخوایم چیکار کنیم؟ آرایه اون رو فلت کنیم یا تخت کنیم. یه فلت اری تعریف میکنیم، میگیم نستد اری، یعنی آرایه های تو در تو، که اینجا اسم این آرایه‌مونه نستد اری، اینجا اسم این آرایه است که آرایه تو در توه. متد رجس روش پیاده کن. خب دوباره ACC بچا اینجا هم دوباره اینیشیال ولیوش رو آرایه خالی در نظر گرفتیم. ACC و کارنت ولیو یا همون اکومولیتور که میشه اولین المان من، کارنت ولیو هم میشه المان جاریم. خب میگیم ACC دات کانتکت، خب کانتکت کارنت ولیو. خب حالا ببینیم که خب ببخشید، خب پس اومد چیکار کرد؟ حالا اومده خیلی خوب میگه ACC که مقدار اولیه، یعنی اولی المان منه، دات کانتکت. بچه‌ها متد کانتکت متدیه که متد جاوا اسکریپتیه که 2 تا آرایه رو میتونه با هم ترکیب کنه و یه آرایه جدید تولید کنه. خب پس میاد چیکار میکنه؟ ما مقدار اولیه‌مون یا اینیشیال ولیومون که همونطور که گفتم یه آرایه خالیه اینجا تعریفش کردیم، میاد این رو
میگیره دو تا آرایه رو با هم دیگه ترکیب میکنه. خیلی خوب، پس میگه که خیلی خوب این آرایه رو بریز توی این آرایه خالی. خب بعد چیکار میکنه؟ پس کارنت ولیو که این میشه میریزه تو اون خالیه و کانتکت میکنه، با هم دیگه ترکیبشون میکنه. این میکنه یه آرایه در واقع. بعد خب یه آرایه پس دارم شامل دو تا عدد 1 و 2. بعد این کارنت ولیو میشه اینو دوباره بریز تو همون، یعنی دو تا مقدار دیگه 3 و 4 هم بهش اضافه کن. دوباره بعدی اینو هم بریز تو همون، یعنی 5 و 6 هم بهش اضافه کن. خروجیش بچه‌ها میشه یه آرایه. فلتش میکنه یا تختش میکنه. گرفتین؟ پس که یکی از کاربردهای دیگه همینه. البته یه متد فلت هم داریم برای فلت کردن در واقع یک آرایه تو در تو، که حالا ممکنه اصلا چیزش هم بیشتر از این باشه، یعنی در واقع عمقش هم بیشتر از این باشه. الان این مثلا 2 سطحه یا 3 سطحه، میتونه بیشتر باشه، میتونه خود این اولیه مثلا چند تا آرایه داخلش باشه و به همین ترتیب. پس اینم برای فلت کردن یا تخت کردن یک آرایه، متد فلت هم میشه استفاده. و در نهایت پیدا کردن بیشترین مقدار در یک آرایه. شما فرض کنیم بخوایم اینجا ببینیم توی این آرایه بزرگترین عدد یا بیشترین عدد کدومه. چیکار میکنیم؟ یه در واقع فانکشن مکس تعریف میکنیم، نامبرز 3 متد رجیستر روش تعریف کن، دو تا مقدار اینیشیال ولیو و کارنت ولیو. حالا ما اینجا بچه‌ها اومدیم دوباره یه اینیشیال ولیو تعریف کردیم، گفتیم اینیشیال ولیو چی باشه؟ نامبرز 0 باشه. خب تو مقدار اولیه رو، البته ببخشید این باید بگیم نامبرز 3 0. خب میگیم مقدار اولیت چی باشه؟ این وقت میگم نامبرز 0 میدونیم دیگه میشه اولین خونه این آرایه. خب نامبرز 3 0. خب یعنی اینو به عنوان اینیشیال ولیو در نظر بگیر. هرچند که من اگه اینم نذارم هیچ مشکلی بچه‌ها ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون خودش میاد این 5 رو به عنوان اینیشیال ولیو یا اکومولیتور در نظر میگیره، این مقدار اولیه. خیلی خوب، میاد حساب میکنه. میگیم که حالا این فانکشن اون اینجاست دیگه بچه، این اتفاق داره تو فانکشن میفته. این حالت بچه ترنریه، حالت شرطیه، منتها حالت شرطی ترنریه. چیکار میکنه؟ میگه کارنت ولیوت، این بچه هم حالت ایفه، تا اینجاش میشه اگر، خب اگر که کارنت ولیوت، که کارنت ولیوت الان 12 است، بزرگتر از اینیشیال ولیوت بود، یعنی بزرگتر از 5 بود، خب پس اون مقدار بزرگتریه. اگر بود بیا چیکار کن؟ کارنت ولیو رو، اون مقدار جاری رو برابر با هم مقدار اولیه قرار بده، یعنی بگو این همون عدد بزرگ است. خیلی خب، اول اینو نگاه میکنه میبینه که مقدارش 12 از این بزرگتره، بعد میره سراغ بعدی میبینه 8 از این کوچیک‌تره، بعد میره سراغ بعدی میبینه 20 از اون دوتا بزرگتره، میره سراغ بعدی میبینه که نه 1 از اون قبلی کوچیک‌تره. در نهایت به این میرسه که خیلی خب، در نهایت به این میرسه که چی؟ این مقدار 20 از همه اینها چیه؟ بزرگتره. و در خروجی بچه عدد 20 رو ما چیکار میکنه؟ برمیگردونه. و همونطوری که حالا من اینجا هم اگر بیام ببینم میبینم که بله عدد 20 رو به من برگردونده. پس من یک فانکشنی رو داشتم که در نهایت تو این فانکشن من چه اتفاقی افتاده؟ اون مقدار چیز به من برگشته. خیلی خب، این شد چند تا مثال که حالا من ما باید این مثال رو کار میکردیم در رابطه با اینکه خدمت شما که عرض کنم برسیم به اینکه ما متد رجیستر چیه و چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی کمک میکنه به ما توی در واقع کارهایی که میخوایم روی آرایه هامون انجام بدیم.